دکتر، آنفولانزا دقیقاً چه علائمی داره؟ آنفولانزا علامت‌هایی که ایجاد میکنه مشابه سرماخوردگی، ولی چیزی که یه خورده متمایز میکنه اون با سرماخوردگی معمولا این شکلی هستش که درد خیلی شدید تو بدن ایجاد میکنه، احساس کوفتگی شدید دارن و سردردهایی که به مسکن خیلی خوب جواب نمیدن. به چه افرادی تزریق واکسن رو خیلی توصیه میکنید؟ واکسن هایی که تو سطح کشور و دنیا وجود داره در زمینه آنفولانزا معمولا یا 3 ظرفیتی یا 4 ظرفیتی هستن. واسه همین اگه فرد مبتلا به آنفولانزا هم بشه معمولا یکی از انواع رو ممکنه گرفته باشه یا حتی ممکنه هیچ کدوم از این انواع رو که توی واکسن هستن و مرگبار هستن رو مبتلا نشده باشه. به نظرتون چه مارک واکسنی رو استفاده بکنیم بهتر؟ خب واکسن کلا واسه همه افراد توصیه میشه، ولی خب یه سری از افراد هستن که تاکید بیشتری بهشون هست، یعنی کسایی که بیماری‌های مزمن دارن، نقص ایمنی دارن، مثل کسایی که حالا سالمندانی که سن بالا دارن، اونهایی که بچه‌هایی که تو تماس‌های مکرر تو سطح جامعه پیدا میکنن، کسایی که بیماری مزمن مثل دیابت دارن، بیماری نارسی کلیه داشته باشن، دیالیز میشن، کسایی که نقص ایمنی دارن، بیماری‌های انجینی وجود داره، کسایی که پیوندی هستن. در کنار اینها بیماری‌های مزمن ریوی هست. چه مارک واکسنی رو استفاده بکنیم بهتر؟ انواعی که توی کشور هستن خب هلندی هستش، فرانسوی هستش و ایرانیش هم توی کشور وجود داره. هر سه نوع واکسنی که تا اینجا من توی کشور دیدم همشون در حد میشه گفتش که واکسن‌های تایید شده هست.